سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من امیرم 12 هستم و خوش اومدید به کانال من. میخوام بهتون یاد بدم که چجوری تو ماینکرافت شومینه و بخاری بسازید. شومینه و بخاری که روشن و خاموش میشن و خیلی باحال کار میکنن و یه خونه دنج برای شما درست میکنن. اگه یه خونه دارید میتونید داخلش بسازین و گرمی و داخل خونتون حس کنید. پس بریم ببینیم چه جوری ساخته میشه. خب عزیزان دل، شما برای ساخت این شومینه نیاز به ندرک دارید، فلینت استیل، پیستون، پله، یه بلوک شیشه، دیسپنسر و دکمه که من دو رنگ برای قرمزش برای خاموش کردن و سبز برای روشن کردن ترجیح میدادم. شما یه دیسپنسر رو باید این شکلی بذارید، پیستونتون رو به این شکل و بینشون بلوک رو بکنید و ندرک قرار بدید. داخل دیسپنسر ما فلینت استیلمون رو میذاریم و به این شکل ما روشون رو میپوشونیم. و جلوشون هم شیشه قرار میدیم. میتونیم روشون برای قشنگتر شدن پله قرار بدیم به این شکل. حالا هر جور شما دوست داشتین میتونین ساختار ظاهری شومینه‌تون رو بسازین. من حالا فقط برای مثال دارم میسازم، میدونم زیاد قشنگ نمیشه اینطوری، ولی فقط برای مثال. شما هر جور دوست داشتین میتونین بسازین. پشتش هم میپوشونیم. یه خلاقیتی که شما میتونین به خرج بدین اینه که تو بالاش برای دودکش، مثلا دودکش بسازین براش. میتونین از وال استفاده کنین برین بالا، خیلی قشنگ میشه به نظر من، جالب و قشنگه. بعد اون سمتی که پیستونتون بود یه دونه همین دکمه میذارین و سمتی هم که دیسپنسرتون بود یه دکمه دیگه میذارین. چون که اینو بزنیم روشن میشه، این دکمه رو من سبز انتخاب کردم و اینو بزنیم خاموش میشه، من این دکمه رو قرمز انتخاب کردم. خیلی خوب، تمومه. حالا این دکمه رو بزنیم میبینین که روشن میشه شومینه‌تون. این دکمه رو هم بزنیم که خاموش میشه. میتونیم یه ذره این طرفشو بلوک بیشتر بذاریم برای زیباتر شدنش. حتی میتونین اینا رو با خلاقیت خودتون چند تاشو به هم وصل کنید که یه بخاری بزرگ داشته باشید که چند تا دکمه میخوره. یعنی این دیسپنسر رو به جای اینکه این بغل قرار بدین پشت سر قرار بدید و از ردستون استفاده کنید و یه بخاری بزرگ بسازید. حالا من ساختار کلیشو بهتون یاد دادم دیگه. اینم از شومینه ما. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه ویدیو رو دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که لایک کنید. ولی اصلا مثل بقیه یوتیوبرها من واقعا نمیخوام که مثلا ازتون درخواستی ندارم که مثلا ساب کنید. هر جور دلتون خواست، اصلا خواستین ساب نکنید، اگه خواستین لایک نکنید. ولی واقعا برام ارزشمندی که شما ویدیومو دیدید. خیلی خوشحال شدم. ممنون که به چنلم اومدید و خدا حافظ همه شما عزیزان.